سلام علیکم، هندونه هستم. امروز اومدم ما کارت شناسایی تمام ماپای ماینکرافت رو نشون بدم. جدی میفرمایی؟ قبلش یک سری توضیحات بدم و بریم سراغ ویدیو. همه ماپا دارای یه رنگی هستن که رنگ ها به این صورته که سفید، سبز، آبی، بنفش، زرد و قرمز. قرمز قوی ترین هاشون هستن. باس بازی هست، دوتا باس بازی و حالا ممکنه چیزای دیگه هم باشن. و اینکه بریم سراغ ویدیو. داخل هر پارتم فقط 5 تا مابو نشون میدم. برو بریم. کامنت کنید که بریم شروع کنیم. 5 تا ماب اول. ماب اولمون خوکه که عکسش اینجا داریم، اسمش اینجاست داخل رنگ وایت. لول هاش هم دارید اینجا تماشا میکنید. این ماب اول ما. ماب دومی که داریم اسب. ببینید اسب اونجا اسم انگلیسیش، یعنی داخل همه مابا اسم انگلیسیشون رو می نویسم. مثلا اینجا نوشتم هورس، در واقع همون اسب میشه. مثلا نگید که چرا ننوشتی اسب. اسب چون انواع مختلفی هم داره مثل خیلی هم مابا، من یه نوعش رو تست کردم، یعنی همه نوعاش رو نیاوردم. لول جونش که بالا میبینید بالای صفحه 58. لول قدرتش که پایین صفحه میبینید 56. و لول کلیش، لولی که در مجموع داره 59. شاید بگید 6 و 8 که نمیشه 9. باید بگم که صرفا به خاطر چیز نگفتم که جمعشون چند میشه. لول کلیش میشه 59. ما بعدی که داریم چیکن یا همون مرغ، یا میشه بهش خروس هم خیلی ها میگن، ولی در واقع میشه مرغ. این عکسش این کنار چیکن اسمش داخل رنگ وایت قرار میگیره و لولاش هم که داریم. ما به بعدیمون 3 تا مابو نشون دادیم. ما به 4ممون ولف یا همون سگ هستش. بچه ببخشید من اینجا گفتم سگ، منظورم گرگ بود. که داخل دستبندی سفید قرار داره. جونش 56، قدرتش 55 و لول کلیش در جمع 58. بریم ما بعدی. گربه که نمیشه گفت، این در واقع همون یوز پلنگای بازی هن. گربه فرق داره. رنگ جونش، لول جونش 56، لول قدرتش 54 و لول کلیش 57. اسمشو نوشتم، عکسش هم گذاشتم، رنگش هم که داخل رنگ وایت قرار میگیره. مرسی که این ویدیو رو دیدی. لایک و ساب کن.